در 37مین روز رویارویی سنگین امریکا و ایران هنوز شعله‌های جنگ در خاور میانه زبانه می‌کشد و همزمان تهدیدهای لفظی دونالد ترامپ علیه تهران نیز شدت گرفته است. رئیس جمهوری امریکا در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به ضرب الجلی که پیشتر برای جمهوری اسلامی تعیین کرده بود، اعلام کرد که زمان در حال پایان است. ترامپ هشدار داد که تا 48 ساعت دیگر تمام جهنم بر سر ایران فرو خواهد ریخت. به یاد دارید وقتی به ایران در روز فرصت دادند تا توافق کند یا تنگی هرمز را باز کند. زمان در حال پایان است. 48 ساعت دیگر تمام جهنم بر سرشان فرو خواهد ریخت. این توقف تا ساعت 3:30 بامداد سه‌شنبه 18 عمل به وقت تهران ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری امریکا در 6 حمل ماه روان اعلام کرده بود که بنابر درخواست جمهوری اسلامی ضرب الاجل تعیین شده برای حمله به نیروگاه‌های ایران را به مدت 10 روز دیگر به تعویق انداخته است. در مقابل روسیه از متحدان کلیدی ایران بار دیگر حملات امریکا علیه زیرساخت‌های ایران را جنایت جنگی توصیف کرد و خواستار توقف آن شد. ما حملات موشکی مجدد به نیروگاه اتمی بوشهر را به شدت محکوم می‌کنیم. این اقدامات جنایات جنگی است. حملات هوایی امریکا علیه ایران منجر به تلفات انسانی شده و باید فوراً متوقف شود. تنش‌ها و درگیری‌ها میان امریکا و اسرائیل علیه ایران وارد مرحله پیچیده‌تری شده و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. با آنکه ترامپ پیشتر مدعی شده بود این جنگ بیش از 4 هفته طول نخواهد کشید، پیش‌بینی‌های کنونی از طولانی شدن درگیری‌ها و احتمال گسترش آن در سطح جهانی حکایت دارد. در این میان پاکستان از ادامه تلاش‌ها برای میانجیگری بین امریکا و ایران خبر داد. اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگوی تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر پشتیبانی پاکستان را از تمام تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های کنونی تکرار کرد. عمیقاً از پاکستان به خاطر تلاش‌هایش سپاسگزاریم و هرگز از رفتن به اسلام آباد امتناع نکرده ایم. آنچه برای ما مهم است شرایط پایان قطعی و پایدار جنگ هست. رسانه‌های آمریکایی موضع جمهوری اسلامی را تعریف می‌کنند. رویکرد ترامپ در قبال ایران و حمله به کشورها با انتقاد تند در امریکا نیز مواجه است. جیفری ساکس پروفسور امریکایی ترامپ را فاقد عقلانیت تصمیم گیری و دارای اختلالات روانی دانست. با این همه نظرسنجی ها نشان می‌دهد که پشیمانی از رای به ترامپ در حال افزایش است. بر اساس چند نظرسنجی تازه در امریکا، نشانه‌هایی از پشیمانی با تردید در میان بخشی از رای دهندگان دونالد ترامپ دیده می‌شود. نتایج نظرسنجی دانشگاه ماساچوست امرهست نشان می‌دهد میزان رای دهندگانی که میگویند برای خود کاملا مطمئن هستند از 74% در اپریل 2025 به 62% کاهش یافته است. همچنین حدود 16% از کسانی که در انتخابات 2024 ترامپ رای داده بودند گفتند اگر دوباره فرصت داشته باشند احتمالاً تصمیم متفاوتی میگیرند. در همین حال نظرسنجی شبکه CNN نشان میدهد که بخشی از حامیان ترامپ از عملکرد او در موضوعات مانند اقتصاد، تورم، سیاست خارجی و جنگ با ایران ناراضند، به گونه‌ای که میزان رضایت در میان برخی از پایگاه‌های مهم رای او از جمله کارگران سفیدپوست کاهش یافته است. تحلیلگران میگویند که اگر این نارضایتی ادامه یابد ممکن است در انتخابات میان دوره 2026 به ضرر حزب جمهوری خواه تمام شود.